سلام دوستان عزیز، با آموزش ERP در خدمتتون هستیم. پتانسیل های وابسته به رویداد. قبل از هر کاری ویدیو ما را لایک بکنید، ما را دنبال بکنید تا این ویدیو به افراد زیادی نمایش داده بشه. خب، برای ثبت ERP ما از نرم افزار WinEEG شرکت میتسار استفاده میکنیم. دستگاه ما هم دستگاه میتسار 202 هستش، 32 کاناله. خب، قبل از هر کاری ما یک بیمار به نرم افزارمون معرفی میکنیم. اسم بیمارمون رو اینجا مینویسیم. بقیه اطلاعات اجباری نیست، میتونیم وارد بکنیم، میتونیم وارد نکنیم و اوکی رو میزنیم. خب، کلاه رو باید به سر بیمارمون وصل بکنیم، آمپدانس گیری بکنیم. ما حالا این مرحله رو میگذریم و آمپدانس گیری نمی کنیم چون مریض نداریم، میخوایم فقط صرفا آموزش داشته باشیم تو این مرحله. بعد پارامترها رو که اینجا لازمه تنظیم میکنیم. من گینش رو روی مثلا 150 میتونم روی مریض واقعی و لوکات رو روی 3 میزنم. البته چون ما الان کیس نداریم، در حین ثبت یه مقدار تغییراتی خواهم داد و به کامپیوتر حل مسئله‌مون میریم. کامپیوتر حل مسئله‌مون باید نرم افزار سایتست رو داشته باشه. نرم افزار سایتست رو ما باز میکنیم و در حالت اسلیو مود قرار میدیم. خب، کامپیوتر حل مسئله‌مون از طریق یک کابل مخصوصی که از طریق شرکت در اختیار ما قرار داده خواهد شد به کامپیوتر اصلیمون که نرم افزار WinEEG هست وصل خواهد شد و این دوتا کامپیوتر به هم از طریق این کابل وصل خواهند شد. یه دونه موس داریم که ایونت ها رو ثبت میکنه. این موس ماست که ایونت ها رو ثبت میکنه. بعضیا از دوستان به جای این موس یه به اصطلاح ابزار مخصوص میارن وصل میکنن که مثلا درست غلط رو در تسکمون تشخیص بده. اینجا یه دوتا شیار دارن، شیارها رو قشنگ میزان میکنیم و موسمون رو روی دستگاه میتسار سوار میکنیم. خب، بعد اینکه این کارو کردیم، کامپیوتر حل مسئله‌مون رو روی اسلیو مود قرار دادیم، عرض کنم خدمتتون که روی WinEEG ما این نقطه قرمز رو میزنیم. الان چون ما کلاهمون روی سر مریضمون وصل نیست، نویز به ما نشون خواهد داد و نوار مغز واقعی رو نشون نخواهد داد. بعد عرض کنم خدمتتون که اینجا یه آیکونی هست که این آیکون ERP. اگر این آیکون ERP اینجا نبود، میتونین توی این قسمت ERP رو بیارین. این قسمت استیمولیشن پرزنتیشن پروگرام توی این قسمت هست، در قسمت ریکوردینگ. ما حالا از همین قسمت میزنیم. یکی از اون برنامه هایی که از قبل سوار کردیم روی به اصطلاح نرم افزار سایتسکمون رو اینجا اوکی میکنیم. الان مثلا گونوگو رو ما اوکی میکنیم. وقتی این کار رو انجام میدیم، حالا یه لحظه ارور داد اینجا به ما روی کامپیوتر اسلیو مودمون ارور داد. ما این ارور رو برطرف بکنیم الان. خب، ارور ما برطرف شده و منتظریم که بله تمرین شروع بشه. خب، الان این مسئله ERP مون هست و مراجع ما باید روی موس چپ کلیک یا راست کلیک به علامت درست یا غلط رو بزنه. خب، الان ببینید ما کلیک میکنیم، توی این قسمت قرمزی های میفته که این رسپانس های ما هستن و اینا ERP هایی هستن که بعداً باید اینا محاسبه بشن. دقت بکنید، من چپ کلیک یا راست کلیک میکنم، این خطی که میفته بالا یا پایین، این نوار این نشون میده که مراجع ما درست زده یا غلط زده و این ERP ها بعداً از طریق همین نرم افزار قابل محاسبه هستن.
خب دوستان، این نحوه ثبت ERP بود. نحوه آنالیز ERP هم در روزهای آینده ویدیوش رو ضبط خواهم کرد. ما رو دنبال بکنید تا ویدیوهای ما رو از دست ندید.